سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من محال هستم، اینجام کریستیانیگه و میخوایم امروز آموزش بدیم بهتون که چطور از کیفور به صرافی ارزتون رو ارسال کنید. دوستان، ما گزینه سند رو میزنیم تو کیفور، ما میایم روی صرافی، مثلا نتکوین، از نتکوین رو میزنیم، واریز رو میزنیم، آدرس نتکوین رو میاریم روی کیفور، جایگذاری میکنیم. بعد میایم روی صرافی، دوباره مموی نتکوین رو ذخیره میکنیم و میایم رو تونکیبر مثلا یا هر کیفور دیگه باشه، جایگذاری رو میزنیم و بعد کانتین رو میزنید یا ارسال کردن مبلغتون رو میزنید و دوباره کانتین. الان من مبلغی نیست، روی کانتین رو میزنید و به صرافیتون ارسال میشه. خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردید. انشاءالله ویدیوهای جدیدی رو براتون بزنیم. حتما ما رو حمایت کنید. خدا نگهدار.